خب سلام به همگی، خوش اومدید به ویدیو جدید. تو این ویدیو اومدیم بریم یه سری چیز میز با گلد رایگان میگیریم. حالا دیگه نمیدونم چی ببینید، قرار داریم اکانت فیک بزنیم رو اکانت تو بیایم همینجوری 3 تا دعوت اوکی کنیم. 200 تا که خودش میده، باکس بهمون میده، حالا 200 400 700 حالا 10 کا که دیگه دمت گرم نداشت، عمرن 10 کا بهت بده. 0.01% بود. خب شاید هم داد، ایشالله که بده. ما که راضی هستیم، ولی خب دیگه حالا یا 10 کا بده یا 700 تا. امیدوارم 200 تا رو نده. ولی خب اولین کاری که میکنیم چیه؟ از اکانت میریم بیرون. ساخ آجی بیا، آخرم با دی ان اساخ. آره آسیا هم بساز بریم. بچه این نویسی من سرورم آسیاه، قرارم نیست بیام اروپا. چرا؟ چون نمیدونم دیگه، به هر حال ارق ملی دوستان، ارق ملی. خب ادز تو فایر میزنی، ایو میزنی اول، بعدم ایو میزنی دیگه. سریع بیا سیکو ایمبات نگاه. من به این تیر میزنم خودش میره روش. ایمبات اولیه است، ایمبات بیگینری جوریه دوستان. ایمبات بیگینر نذارید، واقعا بده، واقعا یعنی قویه دوستان، نذارید. خب اولین کاری که میکنیم میایم اینجا، چون قرار اکانت فیک باشه. خب برحال شایی که اومد خون پروفایل تو اینجا چیکار میکنیم؟ یا بر میداری مینویسی، بذار یه ذره زرق و برقم بهش بدیم. هرژن گلف بیا عشقم، شب بخیر. خب بیا شب بخیر. نگاه من هیچ کاری نکردم. حالا نگاه سروایوال ایکس پی. آره داداش من زنده موندم. حالا که خب دوستان سلامی دوباره. چرا اینجوریه؟ ما رفتیم زدیم 3 تاشو دیگه. بیا آفرین. خب آقا این 100 تای دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا خدا یا علی مدد. چند تا میده؟ وای 200 تا داد. یدم اشکال نداره. بیا این هم بزن دانلود بشه. خب اولین اکانت 500 تا بریم بزنیم ببینیم خدا کنه چیز بهمون بده. ببینید این اکانت ها باید سفید باشه چیزی بهتون بده، نه این نباشه که دیگه هیچ تموم شد. خب ما اسکار دانلود 47 مگ فقط اسکار. بسم الله الرحمن الرحیم. 10 تا واسه اسکار میزنیم. ما همش روال همیم، میخوایم ببینیم اسکاره رو. ما هدف اصلی اون اسکار جدی. اوه یکان داد، فیل بهمون داد. خب اوه حاجی اسکای دایوش هم بهمون داد. چند تا توکن داد؟ 19 تا. 19 تا رو که کاری نمیشه کرد، نه که آره یه دونه اینا. الان چرا الان 250 تا دیگه داریم. خب ببینید من میگم بیا یه 10 تا واسه اتانم بزنیم. یه 10 تا واسه اتانم بزنیم. یه چی بهمون داشت، دوستمون داشت. فکر نکنم چیزی به چی ام سی ایکس به اوه 2 تا گان حاجی. 2 تا گان لجند هم خوبه. اسکای دایوش هم بهمون داد. بابا نه آقا خوبه. 5 تا هم بیا واسه بزنیم نظرمه. بیا بسم الله الرحمن الرحیم. باز که دیگه آی ام پی 9 بهمون داد اینجا. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. ببینیم چقدر کریزیس تخفیف قاره مثلا 69. دمت گرم آقا. من میگم بعدی رو میتونیم واسه ای هم بزنیم واسه همین ویکتوره. حالا فعلا بیا اینجا. ای 2 تا کاکشیشه. 2 تاست. بیا واسه جدیده بزن. شب بهمون داد خدا میداند. تو اینجا باکس داد. بیا هم نوتایی باید. وای حاجی یه لحظه گفتم جلیلو بهمون داد، پشمام ریخت. آقا هم باکسش تموم شد رفت. آقا اولی من راضی بودم خدایی. ای که رایگان بیای ام 6 بگیری کو ام 6 اینا. سی قرمز است. دانلودش هم بکنیم ببینید. ای ام 6 قرمز است. یه فیل هم که بهمون داد. خدایی خوبه. بعد 2 تا اسکای دایو حاجی. اینا این خدایی خیلی یکی بهتر اسکای دایو واسه واقعا. یا خوبه ولی خیلی بهتره. 19 تا هم توکن داریم. 20 تا بود بهتر بود. حالا نیست، مهمم نیست. بیا 5 تا یه آواتار بخر. اینا چه شکلیه؟ یه ام پی 5 هم بخر. بارک. جام 13 تاست اینجا. باز بیا پروفایل بخر. 5 تا بقیه‌ش هم بیا. خب آقا این بود از دشت اولی. بریم دشت دومی، یعنی بریم اکانت بعدی هم اوکی کنیم و بیایم. خب سلامی دوباره به دوستایان گرامی. آقا ما 3 بعدی هم زدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله یا خدا حاجی
ببین هرچی جز 200 بده. حالا اگرم 200 دادی مثل قبلی سفیدی بده. یا الله جل جلاله. خوبه 400 تا. خوبه. یه 250 تا فعلا اینجا بزن. امیدوارم اینجا یه چی بهمون بدی عشقم. چقدر زود دیوی داد. خب هیچی نداد دوستان. 15 تا کارت فقط داد گدا. حالا آواتار بگیر. بازم دیگه بریم سراغ باقی و هم. بسم الله الرحمن الرحیم. بی 10 تا واسه بزن. این من فکر کنم کارنمدش رو بهمون بده. نمیدونم همینجوری الکی شاید واقعا بهمون داد. خب 3 تا دیگه. بابا بی یه چی بهمون بده دیگه. خب یه حداقل 20 تا بهمون چیز داد. حداقل 20 تا کارت بهمون داد. خب 10 تای بعدی هم که بیا واسه بزن مسلماً. شک نکن. ببینیم چی بهمون میده اینجا. چی جان بده دیگه بابا. این همه میدو این پی 5 رو داد. خوبه حداقل آخرش بهمون دادی آقای بلال استرایک. خب یا میتونم 5 تا ازی بزنم یا مثلا میتونم یه 100 تایی بزنم. مثلا 3 MP5 یه 100 تا 3 MP5 بزنیم. خب دیگه خدا کریمه. بسم الله الرحمن الرحیم. نه چیزی بس ببینیم کریزی اسکیل چقدر بهمون میده. حالا اینجا باور بیشتر میده. اوه 95 خورد. پشمام آجی 95 خورد. EM6 که اولترا شده 250 تا گل کلن. چقدر همش؟ نه فقط M6 خوبه ای دیگه باقیش زیاد چیز خاصی نیست. 95 خورد خدا وکیلی. خب 6 با جلیل بیا بزن فعلا. آقا میدونم گالیله ما میگیم جلیل. دوریم گالیله یا خدا. 39 تا با 30 تای باقی مونده میدونم چیکار کنم. اینجا 2 تای اسپینو میزنی. قصه ما به سر رسید کلاغه به خونش نرسید. خوب چه اسکر جالب. آقا سید ما از اینجا فقط ای بود. این هم واقعا پیفای خیلی قشنگی ها. خب من خودم رو اکانت تسلیم گرفتمش. خیلی هم دوستش دارم. خدایی قشنگه. چرا تو دست 2 تا هم باز کنیم که مهم نبود. میدادم واقعا مهم نبود. بیا 2 تا اینا رایگان گرفتیم. آره آقا اگرم براتون سوالی اکانت ها رو چیکار میکنی دیگه میبینیتون قرعه کشی میکنی. فوقش همین دیگه. حالا درست چیز خاصی نداره ولی خب بهتری که رو دست بمونه. شاید یکی مثلا چه میدونم اکانت سرور آسیا میخواست مثلا حداقل خام نباشه. چه میدونم مثلا اکانت قبلی فیل گرفت فیم 6 گرفت یا 5 گرفت. آره خلاص ما بریم اکانت بعدی رو بیایم. خب دوست تایان گرامی ما برگشتیم. اینا میبینید من 20 دقیقه میگذره. 20 دقیقه که موقع زیاد نیست ولی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا ای اولی ای دومی یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. یا امام جعفر صادق. یس 700 تا یس. خدا رو شکر لله دوستان. یک الان تقریبا داریم. برای ایدئالمون اومد یعنی بنازم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بذارم فعلا این 250 تا رو بزنیم. خب چقدر از اینا داد. این شیشیه اسکی ماشینه. یه مگ دست در کنه. قشنگ خوبه بد نیست. یه 150 تا واسه بزن دوست عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینیم اینجا بهمون چی میده. ناگو خیلی میره جلوی. M6 جان لوت کریت. خب خوب است زدم تا که انداد. کجا میری ببینید من الان چند تا گزینه. یا میتونم یه 500 تا واسه بزنم. خب یعنی 10 تایی واسه بزنم. یا میتونم مثلا بیام 150 تایی بزنم. 150 تایی میشه 300. چقدر میمونه 300 تایی دیگه. باز یه 100 تا واسه 100 تا واسه 100 تا میمونه. خب ما گزینه دوم انتخاب میکنیم دوستان. بسم الله الرحمن الرحیم. چی داد؟ یه دونه توکن داد. بدون توکنش چیزی بهمون میده. اسپی حاجی یه لحظه فکر کردم بهمون ایوجی رو داد. چی داد؟ دیزرت بهمون داد. مثلا پنجره باز صدای ماشین میاد. یه تعجب نکنید. جالب بود دوستان. جالب بود. چیا داد بهمون آخر؟ خب دیزرتیگلشو داد. قشنگه. نه قشنگه. اوکی این هم بک‌گراندش هم قشنگه. اوکی یه 150 تا واسه میزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه ما دیگه ترکیبی همه چی میزنیم اینجا. خب تکی داد بهمون. بابا لوت کریت. خب چی کار کنم من الان؟ انیمیشنش میاد آدم ذوق میکنه بعد میبینی چی نداره. بسم الله الرحمن الرحیم.
یه اسپین 10 تایی بزن واسه انفوره. یه اکانت سفیدی چیه چرا ها نه یه اکانت به نسبت واقعا اکانت سفیدی. خب یعنی که کلا ولش کن. یا 100 تا واسه امپلیفای بزن. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا هم نداره چیزی. 99 تا دیگه داریم حاجی. به همه چی یه چنگی زدیم ها. یه 3 تا اسپین تکی بزنیم واسه ای زن ببینیم چه میدونم چی داد بهمون. نداد. این نوتا میونه و هم میریم یه اسپین دیگه میزنیم. یعنی اینقدر میره جلو با این توکن بدیم. مثلا فکر میکنیم مثلا چی میخواد بده. هر وقت که بخواد سریع وای میسه، هر وقت که نخواد سریع وای نمیسه. دلغک. خب لوت اسکیل به یه نوتا بزنم ببینیم اینجا چی بمونیم. حالا فکر با نوتایی بهمون بده. بله خب بزن یه اسم بزنیم ببینیم اینجا شرح. یه اکانت خورده این 95 تا 93 خوردیم. 95 خورده بود خدا کلید اون اکانت ها. اینی جمعا اینجا یه MCX گرفتیم. MCX رو دیگه دیدید قبلا. دیگه دانلود نکنیم. نت خراب نت خرج نکنیم. با 2 تا لوت کرید داد بهمون. فعلا دشتمون او اکانت اولی و بیشتر بقیه بوده. راستی اینا هم داریم بزنیم. شاید ویکتورش بهمون داد کجا میدونیم. بک‌گراندش اسکین ماشین. خب آقا سلامی باشد از این سلام ها به سلام های دیگر. امروز الان یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. 100 تا آقا دیگه حوصله‌ام نمیشه به خدا. 2 ساعت 3 ساعت فقط دارم کار میکنم به خدا. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یا خدا یا الله. ببینید دقت کردید اون اولی که 200 داد برکتش بیشتر بقیه بود. یعنی ما اون برکت هست. ببینید گفتم یا علی مدد. الانم میگیم یا علی مدد یا الله یا صاحب زمانی اینا. خب حالا برکت داشته باشه دوستان. کافیه برکت داشته باشه تا باشه 200 تا. بسم الله الرحمن الرحیم. میزنیم 250 تایی. اینا میگم هر وقت که خودش دلش بخواد زود وای میسه. وقت دلش بخواد همینجوری فقط میره جلو. یعنی باش نه آجی 3 تا آیتم داد خدایی. 20 هم توکن داد. پش خوب بود خدایی خوب بود. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه 150 تا هم اگه بزنیم. خب اینیم جا هم شاید چیزی بهمون داد. میگم تا هر وقت خودت بخوای زود وای میسی. هر وقت هم که بخوای اصلا یه جوری میری جلو. بشکاف برو جلو و این زندگی بهت میگه بود. خب میگم یه بک‌گراندی دیگه. ببینید یا 75 تایی بزنیم یا 75 تا ازی. من میگم 75 تایی بزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چی دادی؟ استیکر خدای خیلی بالا. من استیکر خوشم میاد. یه 10 تایی هم بیا واسه ای بزن. چی نداد؟ یه 10 تایی دیگه هم بزن. چی داد؟ این مگابایت گان پیک خوب است. نه یکی سفیدیش همه جا بود به جز تو گان. الان مثلا یه اسکین ماشین بهمون داد دیگه. یه دونه لوت کریت بهمون داد که هیچی. ای هم بهمون داد. 2 تا بک‌گراند هم داریم دیگه. 100% یوزا خیلی بک‌گراند قشنگیه. این کریزی سل چقدر میخوره؟ 54. دمت گرم آجی. چقدر یعنی حالا به ای هم که یعنی به ای که بر نمیگری که چقدر بخوری. ولی خب به هر حال خب اینا رو هم بگیر بریم یه اسپینی بزنیم. خب این هم از این. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا شاید داد از کجا میدونی؟ هیچ کسی نمیدونه. به یه بک‌گراند دیگه میمونه. هیچ وقت قرار نیست بدونی. خدا سرنوشت براتون چیده دوستان. حالا سرنوشت که با یه ویکتور که مشخص نمیشه. ولی خب دوستان عزیز این بود از پارت اوله ویدیو. خب من الان دیگه حوصله‌ام نمیشه واقعا. از سردرد گرفتم دیگه واقعا خستم شد. ببینید اگر پارت دوم میخواید باز بریم هیچ چیز کنیم و استریم بزنیم تو کامنت ها بگید. آموزشش هم میخواید تو کامنت ها بگید. ایده هم دارید تو کامنت ها بگید. کلا هر چیز میخواید تو کامنت ها بگید. بعد هم بگید که اکانت ها رو قرعه کشی کنیم یا نکنیم. خب میکنیم دیگه. نمیفروشیم که اصلا بخوایم بفروشیم هم کسی نمیخره. آره دیگه دمتون گرم ویدیو رو دیدید. اسکول شدم فعلا یا حق.